سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما پاراگراف دومی با بنا می‌آموزیم که این پاراگراف بخشیده می‌شود به ضرب بسیار ازاگی‌ها. موضوع امروزی ما باشد درس 23 می باشد که آن به ضرب یک ازاگی به بسیار ازاگی بخشیده شده است. بیایید یک چند قاعده اساسی را همراه شما دیده برایم و این موضوع را با مثال‌ها مستحکم نماییم. برای به بسیار ازاگی ضرب زدن یک ازاگی هر یک اعضای بسیار ازاگی را با یک ازاگی ضرب کرده نتیجه های آن را جمع نمودن لازم است. یعنی برای آن که ما یک ازاگی را با بسیار ازاگی ضرب زنیم هر یک اعضای بسیار ازاگی را به این یک ازاگی ضرب نموده آنها را تبدیل دهیم و هنگام تبدیل دادن جمع یا ترک نماییم، یعنی افاده های مانندی آنها را جمع و ترک کنیم. بیایید خوانندگان عزیز این موضوع را با یک چند مثال ها دیده براییم. در شرط مثال یکم چی آمده است؟ ضرب را اجرا کنید و در زیر دو مثال داده شده است که ضرب این دو بسیار ازاگی را اجرا میکنیم. 2x ضرب در داخل قوس x کوادرات مینوس 7x مینوس 3 و در مثال b باشد مینوس 4b کوادرات ضرب 5b کوادرات مینوس 3a مینوس 2. طلب کرده می شود که این دو بسیار ازاگی ها یک ازاگی به بسیار ازاگی ضرب کرده شود. یعنی هر یک اعضای بسیار ازاگی را با اعضای یک ازاگی 2x ضرب میکنیم. یعنی 2x را به x کوادرات ضرب کنیم 2x کوب حاصل می شود مینوس 2x را با 7x ضرب کنیم 14x کوادرات حاصل می شود. 2x را به 3 ضرب کنیم مینوس 6x حاصل می شود که این نتیجه آخرین این مثال به حساب می رود. اکنون یک ازاگی مینوس 4b را با هر یک اعضای آن ضرب می کنیم. در نتیجه مینوس 20b در درجه 4 مینوس را با مینوس ضرب کنیم پلوس حاصل می شود 12b کوادرات ضرب a مینوس را به مینوس ضرب کنیم جمع 8b کوادرات حاصل می شود که این نتیجه مثال یکی به حساب می رود. مثال دو را دیده می برایم. در شرط مثال دوم چنین آمده است. افاده را در شکل بسیار ازاگی نویسید. مینوس 2ax کوادرات جمع 3ax مینوس a کوادرات ضرب در داخل قوس مینوس a کوادرات x کوادرات. برای اجرا کردن این مثال یعنی هر یک اعضای بسیار ازاگی در داخل قوس بوده را با یک ازاگی زیرین ضرب میکنیم. در نتیجه می نویسیم مینوس 2ax کوادرات ضرب مینوس a کوادرات x کوادرات جمع 3ax ضرب مینوس a کوادرات x کوادرات ضرب مینوس a کوادرات x کوادرات برابر. در نتیجه مینوس را با مینوس ضرب کنیم جمع حاصل می شود 2a در درجه 3 ضرب x در درجه 4 حاصل می شود. جمع را با مینوس ضرب کنیم مینوس حاصل می شود 3a در درجه 3 x را با x کوادرات ضرب کنیم x در درجه 3 حاصل می شود. مینوس را با مینوس ضرب کنیم علامتی جمع حاصل شده a کوادرات را با a کوادرات ضرب کنیم a درجه 4 ضرب x کوادرات حاصل می شود که این نتیجه آخرین این مثال به حساب می رود. مثال سوم را دیده می برایم. در شرط مثال سوم چنین آمده است. افاده را ساده نموده قیمتش را یابید و در زیر چنین مثال داده شده است. 3 ضرب 2x مینوس 1 جمع 5 ضرب در داخل قوس 3 مینوس x. قیمت این افاده را ما باید یابیم اگر x برابر 1/5 را به 1/5 برابر باشد. برای این قوس ها را در اول میکشاییم یعنی افاده را ساده میکنیم و پس از تبدیل دادن این افاده قیمت عددی آن را هنگام x برابر 1/5 بودن میگذاریم. پس 3 را به 2x ضرب کنیم 6x 3 را به مینوس 1 ضرب کردن مینوس 3 جمع 5 را به 3 ضرب کردن 15 مینوس 5 را به x ضرب کردن مینوس 5x
حاصل می شود. برابر 6x مینوس 5x با ما x رو می دهد. مینوس 3 جمع 15 با جمع 12 برابر است. پس به جای قیمت x 1/5 رو میگذاریم و 1/5 جمع 12 حاصل می شود. 1/5 رو با 12 جمع کنیم و 13/5 برابر می شود که این جواب مثال سیوم به حساب می رود. خوانندگان عزیز، مثال چهارم را دیده می برایم که در شرط مثال چهارم ریشه معادله را یابید آورده شده است. یعنی ما باید از ifade داده شده عدد نامعلوم آن را یابیم، یعنی معادله را حل کنیم. بیایید این مثال را همراه دیده برایم. یعنی معادله نمودی 8 مینوس 5x ضرب x مینوس 7 برابری 1 مینوس 5x کвадрат حل کرده شود. برای حل کردن این معادله ما باید قوس ها را کشاییم، یعنی 8 مینوس 5x را با x ضرب کنیم 5x کвадрат، مینوس 5x را با 7 ضرب کنیم جمع 35x برابر 1 مینوس 5x کвадрат حاصل می شود. پس ifade ها را ساده می کنیم. 8 مینوس 5x کвадрат جمع 35x 1 مینوس 5x کвадрат را به طرف چپ میگذارونیم. علامت هر یکی این ifade و برعکسش عوض کرده می شود. در نتیجه ifade زیرین را حاصل می کنیم. مینوس 5x کвадрат پلوس 5x کвадрат ifade های با هم مانند می باشند، آنها را اختصار می کنیم. پس در نتیجه 35x حاصل می شود و از 8 یک را گیریم جمع 7 حاصل می شود که این معادله خطی یک تغییر بنده دار حاصل شد. در نتیجه از اینجا x را می یابیم. x برابر مینوس 7 تقسیم 35 حاصل می شود. آن را پس از اختصار کردن مینوس 1 تقسیم 5 را حاصل می کنیم که این جوابی معادله به حساب می رود. شما می توانید این معادله را مستقلانه سنجید و جواب درستی آن را نویسید. مثال 5 را دیده می برایم که شرط مثال 5 چون مثال 4 طلب کرده می شود که معادله را حل کنیم. معادله نمودی زیرین را دارد. 2x مینوس 1 تقسیم 9 مینوس x جمع 5 تقسیم 6 برابر 2. برای حل کردن این معادله ما باید یک ازاگی را با بسیار ازاگی ضرب زنیم. برای این در اول از مخرج از عددهای 9 و 6 ما باید آزاد شویم. برای این هر دو طرف معادله را با عدد 18 ضرب میکنیم. برای آنکه عدد 18 این خردترین کرتی عمومی عددهای 9 و 6 را میدهد. پس هر دو طرف معادله را با 18 ضرب میکنیم و حاصل میکنیم 18 ضرب 2x مینوس 1 تقسیم 9 مینوس 18 ضرب x جمع 5 تقسیم 6 برابر 2 را به 18 ضرب کنیم عدد 36 حاصل می شود. پس از اختصار در اینجا 18 و 2 اختصار می شود، 6 و 3 اختصار می شود و ifade زیرین حاصل می شود. 2 ضرب 2x مینوس 1 مینوس 3 ضرب x جمع 5 برابر 36. در نتیجه قوس ها را می کشاییم. 2 را با 2 ضرب کنیم 4x مینوس 2 مینوس 3 را با x ضرب کنیم 3x مینوس 15 برابر 36 حاصل می شود. در نتیجه از 4x 3x را ترک کنیم به x برابر می شود. مینوس 2 از مینوس 2 مینوس 15 را ترک کنیم مینوس 17 برابر 36 حاصل می شود. از اینجا x را هنگام یافتن و 36 17 را جمع میکنیم و x برابر 53 را حاصل میکنیم که این جواب این مثال به حساب می رود. درستی این معادله را به شما خوانندگان حواله کرده می شود. مثال ششم را دیده می برایم. در مثال ششم چنین آمده است: معادله را حل کنید. a جمع 13 تقسیم 10 مینوس 2a تقسیم 5 برابر 3 مینوس a تقسیم 15 جمع a تقسیم 2. طلب کرده می شود که معادله را حل کنیم.
برای حل کردن این معادله 10 5 15 و 2 را با مخرج عمومی میاریم. مخرج عمومی همه این عددها به عدد 30 برابر است. پس هر یک اعضای این معادله را به عدد 30 ضرب کرده معادله را تبدیل میدیم. پس 30 را به 10 تقسیم کنیم 3 حاصل می شود ضرب a جمع 13. 30 را به عدد 5 تقسیم کنیم مینوس 6 ضرب 2a برابری 30 را با 15 تقسیم کنیم 2 ضرب 3 مینوس a جمع 30 را به 2 تقسیم کنیم 15a حاصل می شود. قوس ها رو میکشویم. برای این 3 را با a ضرب میکنیم 3a جمع 39 مینوس 6 را به 2 ضرب کنیم 12a برابری 2 را به 3 ضرب کنیم 6 مینوس 2a جمع 15a حاصل می شود. در نتیجه 3a مینوس 12a مینوس 9a برابر است جمع 39 برابر است به 6 مینوس 2a پلوس 15a باشد جمع 13a را میدهد. اکنون معلوم ها را یک طرف نامعلوم ها را در طرف دیگر میگذارانیم. یعنی 13a جمع 6 را به طرف چپ میگذارانیم عدد 39 را به طرف راست میگذارانیم. مینوس 9a مینوس 13a برابر 6 مینوس 39 حاصل می شود. از اینجا مینوس 22a برابر مینوس 33 حاصل می شود. هنگام a را یافتن مینوس 33 را به مینوس 22 تقسیم کرده a برابر 33 را به 22 هنگام تقسیم نمودن 1/5 حاصل می شود که این حل معادله به حساب می رود. درستی این معادله را به شما خوانندگان حواله کرده می شود که نتیجه سنجشی آن را نوشته بعد جواب آن را نویسیم. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. برای مستحکم کردن این موضوع به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را در پایان شما می بینید. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق